خب من فکر کردم که اگر یه دونه تمرین حل کنیم با هم دیگه که بتونیم این در واقع تو ایونت امیتر بتونیم یه آبجکت رو جابجا بکنیم، خیلی تمرین خوبیه. چون اینجا یه مبحثی هم در مورد صحبت کنم، به اینترفیس ها. اونایی که آبجکت اورینتد پروگرامینگ کار کردن میدونن کلاس ها و اینترفیس ها میتونن به برنامه‌نویس کمک کنن که برنامه‌اش بتونه به راحتی گسترش بده، بتونه از کدهای مختلف استفاده بکنه که مثلا برنامه‌اش و کدا رو چند بار استفاده نکنه. میتونه یه بار اینترفیس رو بنویسه، بعدش هم وقتی اون اینترفیس رو وارد برنامه‌اش میکنه مطمئنه که دیگه اون پراپرتی ها متدای اون اینترفیس حتما ایمپلمنت میشه، حتما تو برنامه‌اش نوشته میشه، دیگه چیزی رو فراموش نمیکنه. حالا نمیخوایم وارد قسمت برنامه‌نویسیش بشیم، چون این اگه بخوایم خیلی عمیق‌تر یاد بگیریم باید برین آبجکت اورینتد پروگرامینگ یاد بگیریم که تو بحث ما نمیگنجه، ولی یه قسمت خیلی خوبی رو در مورد اینترفیس اینجا با هم دیگه شروع میکنیم. خب مثلا فرض کنید شما الان ما این استارت کامپوننت.ts الان چی برامون ایمیت میکنه، چی انتشار میده؟ فقط یه استرینگ انتشار میده، درسته؟ که این استرینگ که به هیچ درد خاصی هم مثلا اون نمیخوره. شاید یه جایی به درد بخوره، یه جایی بخواین سه کوچولو بنویسین یا مثلا بخواین ریتینگ رو یه جایی نشون بدین، شاید به درد بخوره، ولی عملا تو برنامه‌های بزرگ این قابل کاربرد زیادی نداره و بهترین راه اینه که بهترین چیزی که معمولا استفاده میکنه از ایونت امیتر، البته میگم باز دارم تاکید میکنم بعدن یه راه دیگه دارم بهتون میگم که از طریق RxJS که اون اصلا دیگه ایونت امیتر نمیخواد استفاده کنیم، ولی بهتره که با کانسپت و اصولش آشنا بشیم، با اون چیزی که در حقیقت برنامه تو راه میفته آشنا بشیم. خب حالا فرض کنیم ما اینجا الان کلاس استارمون رو داریم، نمیخوام به چیزی هم دست بزنم، همون چیزی که داشتیم استفاده میکنیم. کلاس استارمون داریم، اگه یادتون باشه وقتی روی ستاره کلیک میکردیم این شروع میکرد تغییر یافتن بر اساس اون کلیک ما انجام میدیم، درسته؟ و اونو امیت میکرد، انتشار میداد اون ایونت کلیکمون رو. حالا ما میخوایم که یه دونه آبجکت بفرستیم، انتقال بدیم از طریقش. بازم میگم کاری که خیلی 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 استفاده داره و بهتره همینجا یاد بگیریمش. واسه همین گفتم این دقیقه مثال رو با هم دیگه کار بکنیم. خب بریم اینجا. من قبلش توضیح بدم. مثلا شما فرض کنید میخواین فرض کنید یه دیتابیس، یه سری اطلاعات داریم که از سرور میخونید. خب ما بعدن موقعی که خواستیم وصل بشیم به سرور این موضوع رو، این مبحث رو به صورت مفصل با هم کار میکنیم، ولی اینو بدونید. مثلا فرض کنید شما یه سری اطلاعات میگیرین به صورت جیسون فایل، خب و اینا همش به صورت جیسون. خب تو این اطلاعاتی دارین میگیرین و طبقه بندی شده، مثلا شما یه کلاس یه اطلاعات پرسن دارین، شخص رو دارین که مثلا توش اسم و مثلا سن و مثلا مدرسه‌ای که در حقیقت این شخص توش هست و تو اون اطلاعات داره. حالا اگه مثلا من بخوام بیام اینجا تو این ایونت این اطلاعات انتقال بدم، میتونم این کارو بکنم، ولی مشکل اینجاست که شما وقتی نمیدونین چه اطلاعاتی قراره انتقال داده بشه ممکنه اشتباه بکنید. مثلا ممکنه چه میدونم مثلا بیام اینجا من بگم که این متغیر اینجا تعریف کنم، اسمشو مثلا میذارم پرسن، تایپش هم میذارم انی. خب انی هم یعنی توی تایپ اسکریپت یعنی هر چی میتونه باشه، میتونه تکست باشه، میتونه باشه استرینگ باشه، میتونه اینت باشه، میتونه هر چی باشه. من الان یه پرسن تعریف کردم اینجا، یه متغیر پرسنه که تایپش انیه، اصلا مشخص نیست تایپش چیه. بعدن تو دیتابیس که در حقیقت وصل میکنم به این کلاس استارم، میام تو پرسنم میتونم این کارو کنم دیگه، میتونم یه آرایه در حقیقت تو این پرسن جابجا کنم، چون این انیه، درسته؟ میتونم بعداً بگم که این یه آرایه ای از انیه، درسته؟ بعد میتونم بیام بگم که مثلا میخوام حالا استفادهش کنم، مثلا بگم
this dot person dot name مثلا مساوی است با چه میدونم مثلا هرچی. درسته؟ الان اشکال داره میگیره به خاطر اینکه من آرایمو چیز ننوشتم. حالا مهم نیست. و ممکنه یه دفعه مثلا اطلاعاتی که من دارم از دیتابیس دارم میگیرم بیام دقیقا ندارم چه اتفاقی داره میفته، چه ساختاری داره اطلاعاتم، بعد بیام نیمو بنویسم NAM مثلا، یه اشتباه کوچیک بکنم، بعد یه برنامه توی ارور خیلی بزرگ میده، نمیدونم از کجاست و متوجهش نمیشه. جاوا اسکریپت این مشکل رو داشت. جاوا اسکریپت متاسفانه یکی از معضلاتی که داشت به برنامه‌نویسا باش دست و پنجه نرم می‌کردن این بود که به عنوان مثال شما اگه می‌خواستین یک آبجکت رو تعریف بکنین، اون آبجکت نمیتونستین مثل کلاس، مثل برنامه‌های آبجکت اورینتد پروگرامینگ نمیتونستین به اون کلاس تعریف بکنین. البته میشد با روش خاص میشد، ولی به همین راحتی چیزی رو به صورت حاضر آماده در اختیارتون نمیذاشت که بخوایم بیاین کلاس ها رو تعریف کنیم و براتون کلاس ها تنظیم بکنیم. الان همه چی براتون واضح تر میشه. اگه تا اینجا هیچ هم متوجه نشدین الان براتون بیشتر واضح میشه. خب من اینجا یه متغیر ساختم به نام پرسن. قبل از اینکه بخوام اصلا کاری بکنم میگم که آقا واسه من یک اینترفیس درست کن به نام پرسن. چیزی که میخوایم امروز در مورد تو این ترم باش کار کنیم با آبجکت هم باش انتقال بدیم اینترفیسه. اینتر میزنیم و واسمون باید اینجا اینجا ساخت. اینجا یه واسمون فایل تایپ اسکریپت ساخت به نام person.ts. درسته؟ بازش میکنی میبینی خیلی دقیقا مثل کلاسه. اکسپورت داره، کلمه به جای کلاس اینترفیس داره و اسم اینترفیسمون رو نوشته. معمولاً با آی می نویسن، یعنی در حقیقت آی پرسن مشخص باشه که اینترفیسه. درسته؟ اینو بر اساس چیزی یادتون باشه، بر اساس عادت یادتون باشه که اینترفیس همیشه با کلمه آی شروع میشه. آی پرسن، یعنی هم آی بزرگه هم پی پرسن بزرگه. این جزء فرمت استاندارد نوشتن اینترفیسه. حالا من میام تو اینترفیس میگم آقا اینترفیس من یه نیم داره از نوع استرینگ، ویرگول، ببینین کاما گذاشتم دیدین، یه ایج داره از نوع نامبر، دوباره کاما، و یه دونه مثلا اسکول داره از نوع اونم دوباره استرینگ. درسته؟ الان اینترفیس من آماده است. این اینترفیس رو یک حالت اسکلت بندیه که ما اشتباه نکنیم بعدا تو برنامه. بعدا خواهید دید که وقتی فایل جاوا اسکریپت رو باز میکنیم در حقیقت این چیزی که اکسپورت داده میشه خودش یه پروتوتایپ درست میکنه و شروع میکنه در حقیقت کلاس ساختن. کار خاصی جاوا اسکریپت انجام نمیده برای تبدیل این اینترفیس ما. در حقیقت جاوا اسکریپت چیزی رو به نام اینترفیس نمیشناسه. این یکی از قابلیت تایپ اسکریپته. خب من میبندم اینجا رو. حالا میام تو استارم میگم که حالا دقت بکنین اینجا رو. من توی اپ module.ts هیچی تعریف نکردم. درسته؟ حتی اگر اینجا شما باز بکنین میبینید تو app.module.ts چیزی به نام پرسن نداریم، چیزی که درست کردیم و این درسته. پس ما فعلا با اپ module.ts کاری اصلا نداریم. بعد بهتره که برای تمرین خودتون این پرسن رو همیشه توی یک فولدری به نام مدل درست بکنید. فعلا چون این حالت تمرینت کار خاصی باش نمیکنه. خب من میگم که پرسن من از نوع آی پرسنه. ایراد گرفت ازم. چرا ایراد گرفت؟ چون اصلا آی پرسن رو نمیشناسه تایپ اسکریپت. بعد چیکار کنم؟ بعد بیام اینجا دستی ایمپورتش کنم. میگم import I person from. از کجا باید بیارتش؟ ببین دقت بکنی استار کجاست. استار اینجاست. درسته؟ پرسن من اینجاست. پس باید یه فولدر بیاد بالا، یعنی دو نقطه اسلش
درسته و پرسن من اینجاست. درسته. حالا حواستون باشه من اگه اینجا توی پرسن اگه خواستین دستی بنویسین باید حواستون باشه که اگه شما اکسپورت نکنین نمیشه. درسته. اگه اکسپورت نکنین اصلا نمیتونین توی جایی ایمپورتش بکنین. حالا من برم اینجا ایراد میگیره. چه چیزی رو انتشار میخوایم بدیم؟ آی پرسن رو میخوایم انتشار بدیم. درسته. و اینجا چی گفتیم هر موقع کلیک شد چی رو انتشار بده؟ پرسنی که اینجا ساختیم که میاد متغیرهای داخل این کلاس رو میگیره و توی خودش ذخیره میکنه. یا ممکنه شما یه سرویس داشته باشین که این استارتون سرویس رو دریافت بکنه، این پرسن رو پر بکنه. حالا کاری نمیکنیم، پیچیده‌اش نمیکنیم، تو بعدا تو بحث سرویس ها خیلی میتونیم کار بکنیم. اینو من میبندم. حالا میام توی هوم. من تو هوم چی نمایش دادم اینجا؟ ایونت آوتپوت رو. اولا این که ما میدونیم موقعی که دکمه کلیک میشه، موقعی که اینجا کلیک میشه، درسته، استار کلیک میشه، ایونتمون چیه؟ چه ایونتی به ما قرار برگردونه؟ من دوباره استار رو میارم. چه چیزی قرار به اون برگردونه؟ پرسن. پس یه آبجکت داره به ما برمیگردونه. از نوع چی؟ از نوع آی پرسن. درسته. پس ما اینو میدونیم که ایونتمون چیه. پس میام تو هوم تی اس میگم ها فهمیدم این ایونت چیه، از نوع آی پرسنه. درسته. حالا من میام اینجا بعد آی پرسن دوباره ایمپورت کنم دیگه. ایمپورت آی پرسن from
دوباره بعد یه شاخه بیام بالا پرسن. خب سیوش میکنم. الان تا اینجا درسته. الان ایونتی که گرفتیم میدونیم از نوع آی پرسنه، چون قراره چی امیت بشه؟ قراره یه آی پرسن امیت بشه، انتشار داده بشه. درسته؟ حالا ایونت آتپوت من چی؟ ایونت آتپوت من الان از نوع انیه، همه چیش هم اوکیه، ولی من برای اینکه در استاندارد کار رو رعایت بکنم باید در حقیقت چون میدونم این از نوع آی پرسن داره به ما در حقیقت خروجی میده، اینو بیام خود ایونت آتپوت رو از نوع آی پرسن تعریف کنم. این برای استاندارد کار خیلی مهمه و اینو مساوی با ایونت قرار دادم. همه چی الان مساوی قرار شده شد دیگه. خود ایونت آتپوت هم نوعش آی پرسنه، درسته؟ ایونت من هم نوعش آی پرسن. پس اینجا هیچ موردی نیست. سیوش میکنم، میایم تو فایل HTML. قبل از اینکه اصلا کار دیگه بکنیم ببینیم چی شد. الان من فقط ایونت آتپوت رو نوشتم اینجا. الان باید یه سری عجیب غریب ببینیم، یه خروجی عجیب ببینیم. برمیگردیم اینجا، من کلیک میکنم، میبینیم نوشته آبجکت، توی یه اری نوشته آبجکت از نوع آبجکت. درسته؟ یه آبجکتی ما گرفتیم از نوع آبجکت. واسه چی؟ واسه اینکه هنوز در حقیقت انکپسولیته، یعنی الان بسته است. الان فرض کنین برای اونایی که نمیدونن انکپسولیشن، شما موقعی که یک کلاس دارین، اون کلاس یه سری اطلاعات رو انکپسولیت کرده. به زبان ساده تر بگم، اون متغیر وقتی از یک کلاسی ارث میبره یا مساوی با یک کلاس قرارش میدین، این یک کپسول تو خودش یه سری چیزا رو داره. شما وقتی کپسول رو باز بکنین، توش رو نگاه بکنین، بعضی کپسول ها هست، بعضی کپسول های ویتامین هست، اگه دقت بکنین توش دونه دونه های رنگی داره. خب اون دونه دونه های رنگی پراپرتی های خود اون در حقیقت پراپرتی خود اون اینترفیسمونه، خود اون کلاسمونه. درسته؟ اینم دقیقاً همین اتفاق افتاده. شما الان اینجا چی رو دارین میبینید؟ این شما دارین کپسوله رو اینجا میبینید. این خود اون کپسول است، هنوز درش رو باز نکردیم. چجوری میتونیم درش رو باز بکنیم؟ برای اینکه کپسول رو به محتویاتش دست پیدا کنیم باید از پراپرتیش استفاده کنیم و چون معرفی کردیم که ایونت آتپوتمون در حقیقت آی پرسن، خودش وقتی دات میذاریم خودش اینا رو میاره. میبینید؟ پس دیگه هیچ راه اشتباهی نداریم. دات نیم به اضافه یه فاصله میدم، دوباره ایونت آتپوت دات ایج، دوباره یه فاصله میدم. حالا بعدا میشه اینو قشنگش کرد، خوشگلش کرد، هر جوری که شما میخواید آتپوت رو بگیرید. من فقط برای سادگی کار همونجوری که هست می نویسم. خب الان اینو ما نوشتیم، باز هنوز یه مشکلی هست. مشکل چیه؟ الان براتون توضیح میدم. ما الان از انکپسولیشن هم در آوردیم اینو، ولی مشکل خیلی بزرگ هست مثلا. من این صفحه رو باز میکنم، میبینی اینجا یه سری ارور داریم ما. خب چرا ارور داریم؟ و اینو کلیک میکنم، این همه چی داره درست انجام داره درست چیز میشه، داره درست نشون میده. ولی چرا وقتی لود میکنه به ما این ارور میده؟ چرا این ارور زمانی اتفاق میفته که این قضیه باز میشه؟ الان براتون توضیح میدم. شما موقعی که در حقیقت میان واسه موقعی که اول صفحه لود میشه، این آی پرسن خالیه، درسته؟ پس ایونت آتپوت هم خالیه. وقتی میگین که ایونت آتپوت دات نیم، در حقیقت نال یک چیز پوچ رو برمیگردن. چه موقع این ایونت آتپوت دات نیم پر میشه؟ ما زمانی که ایونت امیترتون کار بکنه، درسته؟ این موقع کلیک بکنی و زمانی که کلیک میکنین اطلاعات رو برمیگردن، درسته؟ خب من خیلی میگم درسته. خب بیاین بعد این کارو بکنیم. بعد بیایم از ngIf استفاده کنیم. میایم بهش میگیم که من تا زمانی که ایونت آتپوتم زمانی نشون بده که ایونت آتپوتم نال نباشه، یعنی توی این آبجکت من اطلاعات داشته باشه. حالا وقتی سیو بکنم و صفحه رو بیاریم میبینیم که دیگه ارور نداریم. چرا؟ چون انگولار دیگه اون این ایونت آتپوت اینو نمیبینه. چرا؟
این صفحه رو دیگه نمیبینه، برای اینکه میدونه این ایونت آوتپوت هم الان ناله، هنوز اطلاعات توش نداره. وقتی کلیک میکنیم میبینیم که قشنگ اطلاعات واسه میاره. حالا اینا آن دیفاین زده، اینو مشکلش رو با هم دیگه حل میکنیم ببینیم مشکلش چیه. خب من استار رو دوباره باز میکنم و اینجا خب اینم مشخصه چرا اینجوری، به خاطر اینکه اینجا استار دات میتونم اینجا این کارو بکنم، بیام بگم که اینجا اگه بیام بگم person this dot person dot age مساوی است با this dot rating، این الان باید اطلاعات درست داده بشه چون هنوز اینجا پر نشده دیگه. پرسن من وقتی انتقال داده میشه بعدش این ریتینگ پر میشه. الان باید همه چی درست کار کنم. دوباره میارم کلیک میکنیم ببینیم بله درست شد. باد 4.5 ABCD. ببینید که اطلاعاتمون به صورت دقیق اون چیزی که میخواستیم مثلمون آورد. خب این یک تمرین خیلی خوب بود برای اینکه بدونیم که اصلا چجوری آبجکت میتونیم انتقال بدیم با ایونت امیتر. من یه بار دیگه توضیح میدم. شما برای اینکه اطلاعات از سرور دریافت کنیم به یه آبجکت داشته باشیم باید اول یه آبجکت بسازیم. خب با چی آبجکت میسازیم؟ با یه میتونیم آبجکت رو با یه اینترفیس شبیه سازی بکنیم. درسته؟ میگیم که آبجکت ما که آی پرسنه، یعنی اینترفیس ما آی پرسنه، 3 تا پراپرتی داره. نیم از نوع استرینگ، کاما، ایج از نوع نامبر، کاما و اسکول از نوع استرینگ. درسته؟ و میایم تو هر کلاسی که میخوایم از اینترفیس استفاده کنیم ایمپورتش میکنیم. دیگه کاری به app.module.ts نداریم چون یه کلاس یه اینترفیسه. درسته؟ پس من اینجا میام ایمپورت میکنم آی پرسنو و بعد اینجا شروع میکنم آبجکتمو ساختن. یه پرسن دارم از نوع آی پرسن، یه سری اطلاعات داره. میتونم اینجا رو بذارم 0 چون فرقی نداره. خب یه سری اطلاعات داره و ایونت امیتر هم چی داره انتشار میده، چی رو داره امیت میکنه؟ آی پرسنو. و اینجا میام زمانی که کلیک میشه پرسنی که ساختم و با این اطلاعات امیت میکنم و اطلاعاتش رو در حقیقت دارم. حالا بعضی این که در حقیقت اطلاعات ریخته شد و امیت داده شد اینجا میتونم تو هر کامپوننت که میخوام استفادهش بکنم. میام و مثل همیشه همون چیزی که قبلا نوشتیم، من میدونم که چیزی که داره اینجا کلیک میشه و قرار جای این ایونت بیاد چیه؟ یه نه آی پرسنه. پس میام توی هومم ایونت هم مشخص میکنم که جنسش آی پرسنه و ایونت آتپوت هم چیزی متغیری که تعریف کردم که بخوام بعدا تو فایل HTML از این در حقیقت آتپوت از این اطلاعات استفاده کنم و تعریفش کردم که آی پرسن مساوی قرار میدم با ایونت هم. اینجا همیشه درسته و بعد میام اینجا با ngif اینو تعریف کنم چون زمانی که صفحه لود میشه اگر شما اینو توی در حقیقت غیر از آن کلیک توی مثلا کانستراکتور یا ng آنینی تعریف میکردین همه چی درست میشد، هیچ مشکل پیش نمیاد. چون چرا؟ چون زمانی در حقیقت زمانی که هنوز پیج لود نشده اول میاد، این بعدا میام سایکلاشو با هم دیگه کار میکنم که سایکلا به چه صورت کار میکنن. تو کانستراکتور که غلطه بنویسین. تو کانستراکتور معمولا چیزهای اولیه رو تعریف میکنیم. مثلا موقعی که سرویس میخوایم بنویسیم میان سرویس هایی که دارین رو تعریف میکنیم ولی هیچ خروجی و ورودی از داخل سرویس لازم نیست توی کانستراکتور تعریف کنیم و توی این تعریفی داشته باشیم که کانستراکتورتون سنگین بشه، بلکه می تو انجی آنینی تعریف میکنه. اگه بخواد کانستراکتورتون، اگه بخواد مثلا سرویسی بیاد یک سری اطلاعات رو پر بکنه توی انجی آنینی این کارو میکنه که الان تو بحثمون نمیگنجه، بعدا در مورد صحبت میکنیم. پس اولی که صفحه لود میشه چون این ناله بهتون ارور میده. من اینجا گفتم که اگر نال نبود در حقیقت اینو نشون بده به من و اینو من بدون مشکل نشون بده. اینم از راهی که بتونیم ما در حقیقت
یه سری آبجکت رو جابجا بکنیم. به نظر من این کار تمرین بکنید، نه فقط برای این مثالی که الان در مورد صحبت کردیم. این مثال خوبه دوباره بنویسین همینجوری که در اینجا یاد گرفتین، دوباره تمرینش بکنین و بعد یه چیزی که خودتون فکر میکنین، یه آبجکتی که خودتون بعد فکر میکنین ممکنه به درد بخوره بنویسین و روی اون کار بکنین. یعنی نه تنها تمرین رو انجام بدین چیزی که الان در مورد صحبت کردیم، بلکه یه چیزی که خودتون هم احساس میکنین، مثلا میخواین یه آبجکت جای اصلا این فایل انگولار جدید بسازین، دوباره یه فایل انگولار دیگه جنریت بکنین، بعد بیاین یه کلاس تعریف بکنین، یه اینترفیس تعریف بکنین و همین کاری که اینجا کردیم شما شبیه سازی بکنین با ایونت امیتر تا اینکه کاملا براتون جا بیفته. اگر این کارو نکنین براتون جا نمیفته که چه اتفاقی افتاد و چجوری در اطلاعات انتقال پیدا کرد. اگه این براتون جا بیفته بعداً تو RxJS دیگه مشکلی نخواهید داشت، چون اصولش رو اینجا فهمیدین. وقتی اصولش رو بفهمین دیگه کار خاصی نداریم. درس ما تا اینجا بود. هفته دیگه توی در حقیقت ارتباط بین کامپوننت ها عمیق‌تر میشیم و مطالب دیگه رو میذارم.